عمر ابن الخطاب، عمر پسر خطاب ابن نفیل پدری حضرت عمر است که پیش از دین مقدس اسلام و پیش از چند سال پیش از آمدن دین مقدس اسلام از دنیا گذشته است. خلاصه در دین قریش بود و دین اسلام را دریافت نکرد. حضرت عمر رضی الله عنه سال 6 هجری ایمان آوردند که تقریبا 40 نفر مسلمان بود در آن وقت و تا این وقت دشمن اسلام بودند، دشمن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بودند و بالاخره ایمان آوردند و حضرت ابن مسعود میگه که ما زلنا اعزتا منذ اسلم عمر، از آن روزی که اسلام عمر رضی الله عنه اسلام قبول کرد ما عزیز شدیم. دیگر علنا یعنی آشکارا دعوت به اسلام میکرد، آشکارا نماز میگذاشتند. حضرت عمر یک شخصیتی بود که دفاع از مسلمان ها کرد، دفاع از دین مقدس اسلام کرد. دیگر شجاعت عمر و هیبت عمر نگذاشت که کافرها دیگر جرأت کنند برای طعن زدن به اسلام و به مسلمان ها. واقعا حضرت عمر اسلام را با این شجاعت و هیبت و بزرگی خود زینت دادند و از سال تولدشان هم بعد 13 سال جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بعد 13 سال فیل به دنیا آمدند. از پیامبر صلی الله علیه و سلم 13 سال خرد بودند و همین گونه بعد وفات پیامبر صلی الله علیه و سلم هم 13 سال زندگی کردند و در سن 63 سالگی در سن جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم و در سن حضرت ابوبکر که پیامبر صلی الله علیه و سلم حضرت ابوبکر 63 ساله شده از دنیا گذشتند، حضرت عمر هم در سن پیامبر صلی الله علیه و سلم در سن 63 سالگی شهید شده از دنیا در محراب جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به شهادت رسیدند که ایشان را ابو لؤلؤه مجوسی لعنت الله علیه با یک خنجری که دو طرفش تیز بود 3 مراتبه ضربه زد و غیر از حضرت عمر باز 13 نفری مسلمان ها را جراحت داد و از آنها تقریبا 7 یا 9 نفری آنها به روایت شهید شدند و یکی از مسلمان ها بر بالایش برنوس خود جامعه خود را پرتافت، نماز بامداد که بود و گمان کرد که او را دستگیر کردند و به خودش خنجر زد و به سوی لعنت الله سبحانه و تعالی ره سپار کشید. خلاصه حضرت عمر در این سن وفات کردند و بعد وقتی که حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه از عالم گذشتند خلیفه مسلمان ها شدند و در زمان حضرت عمر بسیار دولت ها فتح شد، پادشاه های خسروها را شکست دادند و دولت های آنها را فتح کردند. مسلمان ها بسیار در زمان حضرت عمر عزیز شدند و دولت اسلامی هم به تمام مشرق و مغرب قنات خود را کشاد و در زمانشان دیوان ها کشاده شد و سال شماری هجری قمری را حضرت عمر رضی الله عنه شروع کردند که در زمان حضرت عمر سال شماری هجری قمری پیدا شد و همین گونه به دین مقدس اسلام خیلی خدمت های عظیم کردند. نماز تراویح را سنت کردند و به نهایت سنت های حضرت عمر زیاد است که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما را بعد وفات خودشان به سنت ابوبکر و سنت عمر توصیه کردند که بعد وفات من به این دو موی سفید اقتدا کنید، به این دو شیخ حضرت ابوبکر و حضرت عمر رضی الله عنه اقتدا کنید و حضرت عمر را به جنت بشارت دادند و او را به این چنین شهادت بشارت داده. حضرت عمر با شهادت از این دنیا میگذرد گفتند و همین گونه دشمنان اسلام هم قدر ابو بکر و عمر را میدانستند، بزرگی ابو بکر را حتی دشمنان شهادت میدادند و پیامبر صلی الله علیه و سلم در چندین حدیث ها محبت خود را به ابو بکر و عمر علنا یعنی آشکارا بیان کردند که به محبوب ترین شخص برای پیامبر اسلام ابوبکر سپس عمر است و همین گونه بشارت دادند که بعدی پیامبرها اولین شخصی که به جنت وارد میشه ابوبکر سپس عمر است. گفته خلاصه حضرت عمر بسیار مناقب بزرگ دارند که نمی شود در 10 دقیقه 20 دقیقه درباره عمر صحبت کردن، این واقعا کم است و می شود ساعت ها در حق حضرت عمر رضی الله عنه و ترجمه حال این شخص بزرگوار،
شخص سیوم دین مقدس اسلام بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم باید انسان تعلیم گرفت. حتی بعضی علماها گفتن که ترجمه حال ابوبکر و عمر را دانستن این مثل توحید است، گفتن این مثل عقیده است. صحابه ها سلف صالح به فرزندان خود تعلیم میدادند، محبت ابوبکر و محبت عمر را به فرزندانشان تعلیم میدادند، چون این شخصیت های هستند که به دین مقدس اسلام به نهایت خدمت عظیم اجرا کرده. حق آنها بر ذمه ما بزرگ است.